سلام رفقا. اگر شما هم 3 هفته است فقط خیار میخوریم ولی هنوز روی ترازو نوشته بی خیال بابا، این ویدیو مال شماست. امروز قراره 10 تا اشتباهی که نمیذارن وزنمون کم بشه رو با هم دیگه مرور کنیم. اولین مورد خوردن زیاد غذاهای سالمه. آره برادر من، گردو و کره بادوم زمینی مفیدن، ولی اگر اندازش به جای قاشق با ملاقه باشه دیگه چربی سوز نیست، چاقی سازه. دومین مورد کمخوری افراطیه. امروز فقط یه بیگ کاهو خوردم. بدنم گفت میخوای منو بکشی؟ خب باشه، دیگه چربی نمیسوزونم. اینطوری نه تنها بدنت ضعیف میشه بلکه لاغرم نمیشی. مورد سوم نوشیدنی های قلابی سالم. آب میوه سالمه بله، ولی توی یه لیوانش نصف باغ پرتقال خوابیده که این باعث میشه قندش خیلی بالا بره. مورد چهارم کمخوابیه که باعث افزایش اشتها میشه. وقتی کم میخوابی چشمات قرمز میشه، اخلاق نداری. مغزت میگه یه چیزی بخور تا خوب بشی، تو هم هی میخوری و چاق میشی. پنجمین مورد ورزش اشتباه یا بیفایده. 2 ساعت تردمیل، بعدش پاداش میدی به خودت با 2 تا دونات یه نوشابه. داری با پا میسوزونی و با دست برمیگردونی. اگه ورزش با خوراکی خونساشه اسمش تفریحه نه چربی سوزی. مورد ششم پرخوری بعد از ورزش. ورزش کردی چه عالی، حالا طوری غذا بخور انگار آخرین وعدته. اینطوری میشه که همه چربی ها دوباره با سود اضافه به بدنت برمیگرده. مورد هفتم زود دل سرد شدن. یه هفته رژیم گرفتی، ترازو گفت همونی که بودی. ناراحت نشو، شاید چربی رفته و عضله ساختی، یا شاید هم آب خوردی، یا اصلا ترازو خرابه. مطمئن باش همیشه تقصیر ترازوه. مورد هشتم خوردن احساسی. دلتنگ و ناراحتی یا حوصله‌ات سر رفته، راه حل شکلاته، ولی راه حل درست قدم زدن و موزیک گوش کردنه. شکلاتم بده به من. نهمین مورد بی‌برنامگی غذایی. وقتی گرسنه میشی و نمیدونی چی بخوری، مغز میگه علل حساب یه پیتزا سفارش بده تا بعدش فکر کنیم. مورد آخر کالری های مخفی هست. سس مایونز فقط یه قاشق، همون یه قاشق کوچولوش 100 کالری داره. یعنی همون اندازه‌ای که کل زندگیت با ورزش سوزوندی با یه قاشق برمیگرده. کم کردن وزن کار هر کسی نیست، هنر میخواد. پس اگر میخوای لاغر شی فقط نخوردن کافی نیست، باید زرنگم باشی. از این سبک ویدیوها دوست داری؟ اگر میخوای بازم از این ویدیوها بسازیم حتما لایک کن و توی کامنت ها بگو. کانال رو هم سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. به سلامت.